مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شام 29 دکامبر در فاصله همگی 1.5 ساعت از ساعت 18 تا 19:03 در سه منطقه گوناگون جمهوری کون بادام، جبا رسول و خراسان سه صدمه مرگاور روی داده است. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی شام 29 دکامبر سال 2021 تخمینا ساعت 18:00 راننده автомашین بارکش تمغه دف شادیف سوراب سال تولدش 1971 ساکن ناحیه جامی هنگام حرکت در حدود شهر کون بادام از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به دیوار کنار راه برخورده است. در نتیجه راننده شادیف جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. تقریبا همزمان با این حادثه باز هم شام 29 دکامبر تخمینا ساعت 18:30 راننده автомашین تمغه نیسان نظرف همتشاه سفربیکوویچ سال تولدش 1970 ساکن ناحیه 5 هنگام حرکت در شورای دوشنبه باختر در حدود ناحیه خراسان از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگر دوستوف محمد اکرام سال تولدش 1986 ساکن ناحیه خراسان را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگر دوستوف جراحت گوناگون جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن در راه به هلاکت رسیده است. اینچنین باز هم شام 29 دکامبر تخمینا ساعت 19:30 یک راننده هنگام حرکت در حدود ناحیه جبا رسولوف از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد نابالغ رحیم بردیف انورجان سال تولدش 2005 ساکن ناحیه مذکور را پخش نموده از جای حادثه غیب شده است. در نتیجه نابالغ رحیم بردیف جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا راننده автомашین تمغه مرسدس بنز توجبویف عبدالوهاب سال تولدش 1955 ساکن ناحیه مذکور دستگیر کرده شد. اوید بین حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه ها راههای خطرناک به شمار می روند. در عموم هر سال بر اثر صدمه ها در راههای جمهوری 100 نفر هلاک یا مجروح می شوند. در سال 2020 بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان 375 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 نفر معیوب شدند.